سلام بابا. سلام زهر مار. لاکی کارنامه اینترنت آورد برد داخل. آماده شو واسه کتک. لاکی گوه خود کارا من آورد. من مثل خر رو چارتبان وای میشم و از نمرام دفاع میکنم. حالا واسه من دهن جوابی میکنی؟ گمشو برو ایده بابا یه رکب کسافت بابا سلام جناب، شما کارخر هستید؟ ها؟ چی؟ کارخر؟ چی شد؟ من نمیشناسمش. چطور؟ جناب کارخر رتبه اول کنکور سراسری رو آوردن. شما با ایشون نسبتی ندارید؟ چرا بله من ابوی ایشون هستم. ما خیلی تلاش کردیم تا پسرمون به این مرحله از علم و شایستگی و کمالات برسه، ولی تا اونجایی که ما خبر داریم ایشون با دوپامین تونستن انقدر پیشرفت کنند. دوپامین کیه؟ دوپامین چیه؟ جناب خر بابا، دوپامین اسم یه نوع مواد مخدر خیلی خطرناکیه. ها؟ چی؟ پسر من این کار نبود. همش تقصیر پسرم میشه. بابا جان، دوپامین یه مرکز مشاور کنکور و المپیاد زیست‌شناسیه. دوپامین مجبورم کرد که رتبه اول بیارم. من با دوپامین مطالعه میکردم. مطالعه؟ تو دیگه خیلی پاتو از گلیمت بیشتر درست کردی. تو غلط کردی مطالعه کردی. ضمناً گوه خوردی که تعریف میکنی. گمشو تو خودت آماده کن واسه کتک. دست خر کجا؟ دیگه شورشی نبردی. آی خر بابا، شما یه سر به پیجش بزن، هم دوپامین میفهمی که هم میفهمی با من چیکار کردی. منم یه سر میرم لاکی پاره میکنم برمیگردم. لاکی به جان مادر پارهت میکنم. بگیرمت خرخرت میزنم بیناموش.